سلام دوستان عزیزم. چراغ جادوی ذهن موهبتی از خداوند مهربان هست که به شما کمک میکنه لحظه ای از جهان واقعیت به جهان رویاهاتون سفر کنید. این مدیتیشن شما رو به دیدار کودک درونی خودتون میبره. شما قراره با آرامش و عشق واقعی خودتون ارتباط برقرار کنید و با احساسات و خواسته های واقعی اون آشنا بشید. پس در این سفر زیبا همراه من باشید. در مکان و موقعیتی مناسب قرار بگیرید. بدن خودتون رو ریلکس و آسوده کنید. تمرکز و توجه خودتون رو به روی نفسهای خودتون بیارید و اونها رو به درستی احساس کنید. دم و بازدمی عمیق بکشید. احساس کنید که چگونه هوا وارد ریه های شما میشه و چگونه به آرامی به خارج فرستاده میشه. نفس عمیق بکشید و اجازه بدید تمام سلول های بدنتون آرام و ریلکس باشن. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. حالا بدن خودتون رو احساسش کنید. ابتدا نوک انگشتان پا، روی پا، مچ پاها رو احساس کنید. پاشنه پا، ساق پا، زانوها رو احساس کنید. کمی بالاتر رانها، لگن، شکم و کمر خودتون رو احساس کنید. حالا سینه ها، شانه ها، بازوها، ساعد انگشتان و دست هاتون رو به درستی احساس کنید. گردن، سر، صورت، چشم‌ها و تک تک تارهای موهاتون رو احساسشون کنید. هر سلول بدن شما در این لحظه در آرامشی ناب و کامل حضور داره. تک تک سلول های بدن شما رو دوست داره. پس شما هم همه اونها رو به تمامی دوست داشته باشید. همه این سلول ها در نظم و هماهنگی کار میکنن تا شما احساس شادی و آرامشی بی‌نظیر داشته باشید. حالا
تصور کنید که در حال قدم زدن در یک دشت پر از گل زیبا هستید. دشتی پر از گلهای شقایق زیبا که به آرامی در حال رقصیدن در این فضای جادویی هستند. آرام آرام از دور یک دروازه جادویی در حال نزدیک شدن به شماست. یک دروازه جادویی از نور که میدونید در پشت اون یک دنیای رویایی در انتظار شماست. به سمت این دروازه جادویی قدم بردارید. وقتی که از اون عبور کردید، وارد یک دنیای جادویی در درون خودتون خواهید شد. یک دنیای اسرارآمیز که همیشه در درون شما حضور داره. از دور کودکی آرام آرام در حال آمدن به سمت شماست. چقدر آشناست. اون کودک خود شمایید. انگار منتظره که شما عاشقانه او رو در آغوش بگیرید. او منتظر این لحظه رویایی و این آغوش امن شما بوده. به تمامی او رو در آغوش بگیرید، ببوسید و ببویید. حالا دست در دست او در این باغ رویایی قدم بزنید. همه جا پر از گلهای زیبا و رنگارنگه. آسمان اینجا پر شده از پرنده‌های زیبا و آرام که در حال پرواز بالای سر شما هستند. در کنار یک رودخانه جادویی زیر یک درخت بزرگ با همدیگه بنشینید. به چشمهای معصوم و درخشان کودک خودتون نگاه کنید که آرامش و عشق به شما در اون موج میزنه. لحظاتی فقط به این چشمها نگاه کنید. حالا ازش بپرسید که چه خواسته ها و نیازهایی داره. به آرامی با عمق جان خودتون به حرفاش گوش بدید. اجازه بدید به شما بگه که چطور میتونید بهش کمک کنید و با خواسته ها و احساسات اون در ارتباط باشید. به تک تک خواسته ها و نیازهاش با گوش جان گوش بسپارید. بگذارید در این لحظه جادویی هر آنچه در تمام این سالها از یاد برده بودید دوباره به آگاهی قلب شما برگرده. با صداقت این احساسات زیبای کودکانه رو بپذیرید. حتی اگر از شما گلایه داشت که چرا به او توجه نمی کنید
یا به ندای او پاسخ نمیدید، به او اطمینان بدید که بعد از این بیشتر به نیازها و خواسته‌هاش توجه خواهید کرد. ارتباط عمیقی که بین قلب شما و این کودک زیباست رو احساس کنید. بهش بگید که همیشه در کنارش هستید و او رو دوست خواهید داشت. برای بار دیگه او رو محکم در آغوش امن خودتون بفشارید و بهش اطمینان بدید که همیشه در این آغوش امن خواهد ماند. حالا دست در دست هم دوباره شروع به حرکت کنید و به سمت دروازه جادویی که از اون به این دنیای بزرگ قدم گذاشتید برگردید. دست‌های کودک زیبای خودتون رو بفشارید، موهای زیباش رو نوازش کنید، به چشم‌های قشنگش نگاه کنید و بهش قول بدید که حتی با وجود این که این جهان رویایی رو ترک می‌کنید، همیشه به یادش خواهید بود و با گوش جان شنوای نیازها و خواسته‌هاش هستید. حالا با هم ودا کنید و او رو به این دنیای شگفت‌انگیز بسپارید. به آرامی از این دروازه زیبا عبور کنید و به جهان واقعیت برگردید. دوباره تمرکز خودتون رو به تنفس خودتون بیارید. نفس کشیدن خودتون رو احساس کنید. بدن خودتون رو از درون احساس کنید. آیا پیام کودک خودتون رو به یاد میارید؟ به عهد و میثاقی که باهاش بستید فکر کنید. حالا آرام آرام به جهان واقعیت برگردید، با این تفاوت که این بار میدونید کودکی زیبا و مهربان در آن جهان رویایی همیشه منتظر دیدار شماست تا در آغوش امن شما قرار بگیره. آن چشمهای رویایی و مهربان رو فراموش نکنید. در نور آرامش خداوند باشید. آمین.